یه سوال مهم، میزان ارث زن از شوهر چقدره و آیا راهکاری وجود داره که بتونیم این رو افزایش بدیم؟ سلام، من زهرا مقانم و اینجا صفحه حقوقی وکیل مدافع 24 و ممنونم از اینکه همراه ما هستید. یه سوال مهم، میزان ارث زن از شوهر چقدره؟ میزان ارث زن از شوهر به چند آیتم بستگی داره. مهمترین آیتم اینه که زن و شوهر در زندگی مشترکی که با هم داشتن آیا صاحب فرزند شدن یا نه و فرزندی بینشون هست یا نه. اگر فرزندی وجود داشته باشه، فرزند مشترکی داشته باشن، میزان ارث زن از شوهر 1/8 اموال هست و اما اگر فرزندی نداشته باشن میزان ارث زن از شوهر 1/4 میشه. یادتون باشه ازدواج باید حتما ازدواج دائم باشه و در ازدواج موقت زن حتی اگر صاحب فرزند شده باشه از همسرش ارث نمیبره. و اما راهکار این که آیا امکان افزایش این سهم زن وجود داره یا نه این هست که مرد قبل از اینکه فوت بکنه در قالب عقودی مثل صلح یا هبه اموالی رو به همسرش واگذار بکنه و یا نسبت به 1/3 اموال برای همسرش وصیت بکنه. در این صورت میتونه قبل از فوتش نسبت به بخشی از اموال تعیین تکلیف بکنه و در واقع اون اموالی رو که قراره بعد از فوت به همسرش برسه خودش زمانی که در قید حیات هست افزایش بده. حالا یه سوال مهم، اگر زوجین فرزند مشترکی نداشته باشن اما هر یک از اونها از ازدواج‌های قبلیشون فرزندی داشته باشن شرایط پرداخت و میزان پرداخت سهم الارث به زن چطور خواهد بود؟ پاسخ این سوال رو براتون تو کپشن می‌نویسم. ممنون از اینکه همراه ما هستین و ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و سابسکرایب میکنید.